حتی شما خفه نشین، ما و شما احناف هم بعضی از متعصبین ما و شما احادیث را ساختن. امیال هم در بین بسیاری مردم است که ابو حنیفه سراج امتی و این حدیث دروغ است، کذب از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یکی از علمای بزرگ احناف که ملا علی قاری رحمه الله میگه که سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیر متعصبین احناف دروغ بستن. بعضی ازشان گفتن که سیخرج فی آخر الزمن. سبحان الله، خداوند آدم از تعصب نگاه کنه با کفر میکشه. گفت در آخر زمان یک کسی خارج میشه که هو اشد علی الله من ابلیس، که او بالای خداوند از ابلیس هم که بدتر است. اسمه محمد ابن ادریس. محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه را این مذهب دیگه از ابلیس هم که بدتر چی کردن؟ معرفی کردن. مثل که امروز بسیاری وقتا شیخ اسامه ابن لادن رحمه الله را بسیاری کسان میگن که والله این از کفر هم که بدتر است. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را بسیاری کسان میگن که اوه محمد ابن عبدالوهاب این از یهود هم که بدتر است. و اختلافاتشان به می هست. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که تعصب است. 3 مشکلی که 4 مشکلی که تا در افغانستان حل نشه ما مردم اسلام نمیشه. فقر است، جمع جهل، جمع تعصب. و در افغانستان این قسم مردم ها بسیار زیاد از قرآن خبر نداره، از احادیث خبر نداره، از ساینس خبر نداره، از تکنولوژی خبر نداره، از حوادث دنیا خبر نداره. جهل است. خب پخته جهل حکم فرما. این جاهل قبول نمیکنه ما جاهل است. در پالش فقیر هم است. حضرت علی صاحب چی میگه؟ لو کان الفقر رجلا لقتلته. اگر فقر شخص می بود ما رو میکشتم. زیرا فقر است که کلی تو را خم میکنه میری. اکثریت مردم امیاله که به ضد برادر مسلمان خود استاد است. از خاطر چی؟ فقیر است، پیسه برش میده. دو مشکل فقر. سوم مشکل تعصب است. هر کس در اون راهی که رفته بسیار متعصبانه حرکت میکنه. والله از ابو جهل بدتر یافت میشه کسایی که به نام مسلمان بسیار متعصب. درست است ما با یک مذهب هستیم. آیا رئیس مذهب ما کاملا معصوم است و معصوم نیست؟ آیا کل احادیث حفظ داشت؟ آیا از حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر که 2 وزیر رسول الله صلی الله علیه و کل احادیث حفظ نداشتند؟ آیا رئیس مذهب ما از او که بلندتر است؟ آیا معصوم است؟